مقایسه قفل‌های پارکینگی و درب نفررو. قفل‌های پارکینگی طراحی شده برای درب‌های پارکینگی که با کلید و جریان برق باز می‌شوند. دستگیره ندارد و باز کردن از داخل با کلید انجام می‌شود. مناسب برای درب‌های پارکینگ، درب‌های فلزی بزرگ و دارای ساختار ساده و مقاوم. قفل‌های نفررو دارای دستگیره است که از داخل با دستگیره باز می‌شود و در صورت نیاز می‌توان دستگیره را غیر فعال کرد. برای درب‌های ورودی ساختمان و درب‌های تردد انسان‌ها قابل استفاده است. از مزایای این مدل می‌توان به باز و بسته کردن سریع با دستگیره از داخل، امکان قفل کردن دستگیره برای امنیت بیشتر اشاره کرد. 2 سبک، 1 امنیت.